همیشه دلم میخواست یکی از این ادونت کلندرها رو باز کنم. اینا در اصل دم کریسمس اینجا برندهای مختلف میزنن که تو دقیقا نمیدونی توشون چیه، ولی اینا روز شماره تا کریسمسن. 12 روز قبل از کریسمس هر روز یکی از اینا رو باز میکنی و آخرش هم روز کریسمس باز میشه. که نکتهشون اینه که معمولا مثلا تو اگه مثلا من اینو $20 قیمتش بوده، بالاش نوشته که محصولاتی که همشون این توه تا $60 ارزششونه و دلیلش هم اینه که خب تو دقیقا نمیدونی چه محصولاتی میگیری. خب همونطور که حد زده من قرار همه اینا رو الان جلوی شما باز کنم. این کلندرها مثلا برند دیور یا برند وایسل تا مثلا $1000 هم قیمتشون میره، ولی خب حالا ما فعلا این شروع بکنیم ببینیم چه جوریه. روز اول خب روز اول این برانزینگ دراپ از الف، من تا الان تانش نکردم ولی برنزه کننده بدن و صورت. خب روز دوم ماسک صورت فکر کنم. پد لایه برداره برای پوستایی که جوش میزنن. این برای من فوق العاده است. تا الان که خیلی خوب پیش رفتیم. روز سوم اینا چیزایی که مجانی برندا میدن، حالا اینا اومدن کردن این تو. کرم آبرسان لارش پوزه. نه این کار زشته، این بده. روز چهارم است که آرایش تو به خودش جذب میکنه و پاک میکنه. نرمالو من امید داشتم که این میکاپ ریموور الفو بگیرم چون این خیلی خوبه، بالم الفه، ولی خب حالا اینم میتونیم انتخاب بکنیم. کلینزر صورته، شوینده صورت از این برند که من تا حالا استفاده نکردم، بایوما. بازم از اون چیزاییه که مجانیه به نظر. خب روغنه. بابا این در نمیاد، ولی این روغن پاک کننده آرایشه. کیفیت تر تولید کنین. Oh my god! جون ببین همین این $12. بالم پاک کننده آرایش الف حتما پیشنهاد میکنم اگه مثلا پوست چرب دارین امتحان کنین. نظر از این چیزای کوچولویی